اینجا مقبره ابش خاتونه، مقبره ملکه ایران، همون خاتونی که وقتی مغولات داشتن مال و اموال ایران رو می‌بردن، وقتی داشتن فرهنگ و هنر ایران رو نابود می‌کردن، ابش خاتون اومد و از خود گذشتگی کرد، اومد با قوم مغول وصلت کرد و امنیت رو توی فارس برقرار کرد. این کارش باعث شد که دانشمندای اون زمان که قصد مهاجرت داشتن به شیراز بیان و فرهنگ و هنر و تمدن ایران رو در شیراز حفظ کنن و گسترش بدن. امیدوارم یه روزی این مقبره چنان بازسازی بشه که ما با افتخار بتونیم به بقیه نشونش بدیم.